سلام بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. در آغاز با سرخط خبرها آشنا گردید. عمر علی قواتف را پیش از به قتل رسانیدن زهرآلود کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان پس از چند روزی بررسی موضوع گردهمایی زنان در نزد سفارت آلمان را روشن کرد. دولت تاجیکستان فریاد کارجویان راهبند شده در مرز اوکراین را شنید. نظامیان تاجیک در قرقیزستان تجربه می‌گیرند. شرطنامه نکاح حتمی خواهد شد. رسانه‌های ترکی با تکیه به نتایج تشخیص پزشکی قانونی خبر می‌دهد که رهبر گروه 24 عمر علی قواتف پیش از کشته شدنش با مواد روانگردانی کلپازین زهرآلود بوده است. به نوشته نشریه‌های ترکی مقدار این مواد که در معالجه بیماری‌های روانی به کار می‌رود معین کرده نشده است. کارشناسان پزشکی قانونی ترکیه بر این نظرند که مقدار مواد استعمال کرده قواتف مرگ‌آور نبوده، آن با هدف زهرآلود کردن او استفاده شده است. نتیجه های بررسی پزشکی قانونی به دادستان استانبول فرستاده شده است. یادآوری میکنیم که رهبر سازمان مخالف گروه 24 عمر علی قواتف روز 5 مارس در ترکیه کشته شده و او را 9 مارس در این کشور به خاک سپاریدند. سردار کنسولگری سفارت تاجیکستان در روسیه اشرف گولوف اظهار داشت که به زودی همه شهروندان تاجیکستان که در مرز روسیه و اوکراین درماندند از دالان ویژه به تاجیکستان فرستاده خواهند شد. بر پایه قوانین مهاجرت پذیری روسیه، خارجیانی که در این کشور کار میکنند برای دریافت مجوز باید هر چند ماه یک بار کشور را ترک کرده دوباره وارد شوند. مهاجرانی که پیشتر از راه غیرقانونی وارد روسیه شده و یا هنگام بود و باش قوانین آن را نقض کرده باشند دیگر اجازه ورود دوباره دریافت نمی کنند و از کشور اخراج می شوند. در میان شهروندان تاجیکستان نیز هستند که اخیراً برخی از آنها در مرز روسیه با اوکراین درماندند. بنا به اطلاع وبگاه رسمی وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان، گروهی از 10-15 شهروند که 15 اپریل در نزد سفارتخانه آلمان در شهر دوشنبه گردهمایی کرده بودند می‌خواستند با سفیر آلمان در تاجیکستان ملاقات کنند. از طرف مقامات کارهای داخله سری وقت برای راه ندادن به بی‌ترتیبی‌ها چاره‌ها اندیشیده شده، امنیت سفارتخانه‌های مذکور زیر نظارت قطعی گرفته شد. از شهروندان در نزد عرفات خانه جمع شده نسبت 4 نفر آنها پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری طبق طلبات کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان ترتیب داده شده جریمه ستانیده شد، گفته شد در اطلاعیه وزارت امور داخلی تاجیکستان. در نتیجه 10 تن از گردهم آمدگان بازداشت و جریمه شدند و دیگران را هم توبیخ کردند. وزارت دفاع تاجیکستان خبر داده که رزمایش یگانه‌های زودواکنشی وزارت‌های دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز 21 اپریل در قرقیزستان آغاز شده و تا روز شنبه ادامه خواهد یافت. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان خبر می‌دهد که در این رزمایش 4 روزه یگانه‌های زودواکنشی وزارت دفاع تاجیکستان شرکت دارد. این رزمایش در چارچوب برنامه همکاری‌های وزارت دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان برگزار می‌شود و هدف از آن آموزش تاکتیک استراتژی مبارزه با گروه‌های هراس‌افکن در کوهساران میباشد. وزارت دفاع تاجیکستان همچنین میگوید که این رزمایش‌های مشترک با نهادهای قدرتی کشورهای همسایه امکان می‌دهد که تا توان دفاعی ارتشیان تاجیک رشد کرده و برای پیکار با گروه‌های هراس‌افکن در کوهسار آماده باشند. اکنون اخبار منطقه و تاجیکستان را در بخش خبری کوتاه پیشکش شما می‌گردانیم. در ماه اوگوست سال جاری در شهرهای مسکو و یاروسلاو و کالینینگراد روسیه روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار خواهد شد. در 2 ماه اول سال جاری همگی 83,000 نفر ساکنان کشور به روسیه برای کار رفته و بیشتر از 71,000 نفر دیگر در همین 2 ماه آخر به وطن برگشتند. به صورت عموم در این مدت شمار مهاجران تاجیک در روسیه نزدیک به 15% کمتر شده است.
طرح اصلاح قانونی فعالیت اصحاب سیاسی در کشور را که به منظور کنترل برای دریافت منابع عالی و استفاده از این مبلغها توسط اصحاب سیاسی فعال تدوین شده است، برای بررسی به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده شده است. ساکنان دهه یکبد ناحیه فیض‌آباد همراه با نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده جسدی باقی مانده 3 نفر هلاک شدگان را از زیر یرچ پیدا کردند. همه هلاک شدگان زیر یرچ یافته شدند. یک وکیل پارلمان قرقیزستان خواستار تهیه قانونی شده است که برای بنیاد آن در پی از همپاشیدن عائله‌ها تمام دارایی‌های مرد باید به اختیار همسرش گذاشته شود. برنامه را ادامه می‌دهیم. راه و چاره‌ها برای پیشگیری از خانه ویران شدن جوانان امروز در همایشی عائله در محور عنعنه‌های ملی اخلاق و قانون بررسی شدند. محکم‌بای محمودزاده رئیس دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان در این همایشی تنظیم امضای شرطنامه حتمی نکاح را یکی از راه‌های جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها دانست و پیشنهاد کرد آن قانونی شود. بر اساس قانون خانواده در تاجیکستان شرطنامه نکاحی اختیاری است و با خواهش شوهر و همسر بسته می شود. جاری کردن شرطنامه‌های حتمی نکاح در قانون از یک سو فروپاشی خانواده‌ها را جلوگیری می کند. از طرف دیگر در صورت جداشوی عائله‌ها میراث خانواده به طور برابر میان طرف‌ها تقسیم کرده می شود، میگوید محمودزاده. موضوع حتمی کردن شرطنامه‌های نکاح طی سال‌های اخیر از طرف کمیته کار با زنان، سازمان‌های جمعیتی نیز پیشنهاد شده بود. یادآور می‌شویم که حالا شرطنامه نکاح تنها برای خارجیان هنگام ازدواج آنها با شهروندان تاجیکستان حتمی است. مجوز ریش و حجاب برای عوض مالیات گروه‌های اغواانگیز مردم را گمراه می‌کنند. در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های منتشر شدند که گویا مجوزهای زنان حجاب پوش و مردان ریشدار بوده که گویا کمیته دین بر عوض 250 سامانی داده است. در گروه تربیت ایمانی صحیفه فیسبوکی جمع از مردم خواهش کردند که برای درستی این خبر روشن اندازند، زیرا همه حجابداران از پی دریافت اجازات نامه شده دروازه کمیته دین را نکوبند. این گپ دروغ محض است، این خیلی گپ نیست. همین گونه صلاحیت کمیته های به کارهای دین هم ندارد و برای حجاب و ریش ماندن انداز از کسی ستانده نشده است و نخواهد شده. این مسئله یک دروغ محض است که یک گروه دسیسه بازو اخوان‌انگیز در شبکه‌های اجتماعی همین رسانه‌ای کرده است. پارچه از برنامه لحظه حقیقت را منظور شما می‌گردانیم که همکارم بیگ رحمانی با سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمود جان فیض رحمانوف این موضوع را بررسی و بحث کردند. مشکل من در نظر من نگرانی از رشد تندروایی در آزادی می‌بینیم، ولی این یک چیزی ما یعنی مشترک هستیم در این، ولی در راه حل ما مشکل داریم. یعنی با قپیدن رشد تراشیدن مشکل حل نمیشه، مشکل ما بیشتر میکنه. پس به تزدید سوال بگردیم، آیا با این سطح بلند برداشتنی که در کوچه ها ریش میتراشن یا که حجاب از سر خواهر و مادر میگیرن، یعنی این حتما در اون سطح بزرگی باید قرار گیره تا اون سطح هست این در تاجیکستان، تا اون سطحی که تمام رسانه ها می‌نویسن، تا اون سطحی که یک دهشت هست و یا راه حل دیگر هم هست. متاسفانه سری که در رسانه ها دیدیم، وزارت داخله یک از نهادهای حکومتی این را رد کرد که ما هیچ امری ندادیم، هیچ دستوری به پلیس و پلیس دادگی نیستیم که این کار انجام بدیم. این به نظر من خوب است که در همین یک سطح و امید داریم که همین روندی که فعلا حجاب و در مسئله حجاب و ریش و حتی مسئله حجاز پیشنهاد کردن این تا یه حدی را مثلا متوقف شود، وگرنه یعنی خیلی که من همون وزارت دیدم که اون میگفت که ما این دستور را ندادیم، واقعا من یک نوع خوشبین شدم که همین چیز، ولی دایره هایی هستن که در پشت این کار و این کارها دست میزنن متاسفانه و احساسات دینی مردم که این چی میگیم در بالای چی زخم نمک و ریختن است، واقعا همین چیز نظر. در همین جا برنامه ما به پایان رسید. خدایا رو مددگارتان باد.